کتاب نوبتی که در صفحه 1000 کتاب معلومات می‌دهیم کتاب فضل‌الدین محمدیف تحت عنوان حکایه ها. کتاب حکایه ها کتاب هفتم در سلسله کتاب های 30 سالگی استقلالیت است. کتاب نام برده از طریق مؤسسه نشریه معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 240 صفحه یعنی 15 جزء چاپی عبارت است. صحیفه های درونی کتاب یک رنگه بوده، مقواش رنگه می باشد. کتاب وصفت اعلا در مطبعه جمعیت سهامی پوشیده گنج نشریات با تعدادی 10,000 نسخه چاپ شده است. نویسنده خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در شهر سمرقند تولد یافته است. سال 1951 مکتب کمسومالی و سال 1962 کورس عالی ادبیات را در مسکو ختم کرده است. مؤلف رمان پلات کنجکی، قصه های آدمان کهنه، شاهی یپان، ورتا، حکایه های ساز منور، جگه جگه، خیابان نادر، نمایشنامه، فیلمنامه و حکایه های زیاد می باشد. این کتاب برای آنهایی که میخواهند به ایجادیات فضل‌الدین محمدیف شناسایی پیدا کنند دستوری خوب است. کتاب را از مغازه کتاب میتوانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره فضل‌الدین محمدیف تحت عنوان حکایه ها. نویسنده خلقی تاجیکستان دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام استاد ابو عبدالله رودکی فضل‌الدین محمدیف در ادبیات معاصر تاجیک با آثار گرانمایه و شیوای خود مقام و منزلتی خاص دارد. در این کتاب بهترین و مشهورترین حکایه ها و قصه شاهی یپانی او گرد آورده شدند. نوابسته از تضادهای زندگی با شما تنها کتاب همنشین و همصحبت است. زیرا یگانه دوستی که شما را فریب نمیدهد و بی آزار است این کتاب می باشد. کتاب خوانید و با ما باشید. پخش نمودن تومچه قید را فراموش نکنید. خیر دوستان عزیز، تا نشری نوبتی صحیفه 1000 کتاب.